سلام، شما خوبین؟ یبوق و فروغ با یه گونی دوغ تلق و طلوق تو سن بلوغ یه جای شلوغ، یعنی جلو در توالت عمومی در منگاه آمیتا ساخان که همه میرن نمونه ادرار میدن. با بیل بنایی مثل نایی مشغول تخلیه میگوهایی هستن که بعد از ریختن رو زمین تبدیل به میگوه میشن. در مغازه بهلول یول گوگل بعد از کندن سیبیل میگوها اونا رو در آب معدنی با ملاقه که متولد عراقه نیم پخش میکنن. بعد بهلول با سبد شورت کثیفاش تو فصل کاش برداشت میزنه. ثبت فشارش با شماره جیری 3 تاره 2 تاره 1 تاره دوباره بیکاره توف توی دیواره تاره داره چقدر میخواره با تایره هماهنگ کنید. کل صنعت ماهی بمبئی رو انگشت فری میچرخه. فریدون ماهی پاچون چون زن ماهیدار گرفته به جای حلقه ازدواج کش فول دستش کرده. فری حرفه‌ای تو 3 ثانیه روی سنگ توالت چوبی ماهیا رو بیخصم میکنه. وی از بدو تولد بوی زخم ماهی میداد. از وقتی که اومده تو کار ماهی خود ماهیا از بوی عرقش از تو کار در اومدن. میگوه و ماهی های پاک شده میرن زیر دست گوگوش ماهی فروش. وای جمونم امروز گوگوش اعصاب معصاب یختی. قصه نخورد زجردی بخورم. ماهی و هر وقت غذا بگیری میمیره. پسر گوگوش یه سر و دو گوش دم پایین اپوش بدون گرفتن حتی سالی یه دوش توی روغن موتور 10 سال ماهی میساخه. به خوش رنگی ماهی ها توجه نکنی. تو بمبئی ماهی ها آخر پاییز میشمارن. شاید بگید سطوری، باید بگم شما سطوری. بفرما سگم نمیخوره ازش. خدایا فس.